اشکال نداره، ولی به هر حال کشوری نظام کلی داره، یه تیکه یه دفعه یه طرف هجوم میاره. الان هر کی میخواد چیزی رو تامین کنه صنایع میخواد، آقا عمران چابهار صنایع، عمران اصفهان صنایع، آب صنایع، فرودگاه صنایع، خط ریلی صنایع. میخوای اندازه این صنایع رو ببینید ولی چی صحبت می‌کنید؟ من واقعا نمیخواستم این نکته رو بگم، ولی خب دیدم که شما خیلی پر حرارت صحبت میکنید. من یک دقیقه میخوام براتون یه روزه بخونم. استان سیستان بلوچستان در طول 45 سال بعد از انقلاب از همه اون چیزایی که شما میگی بهره مند نشده. در طول 45 سال بعد از انقلاب اومدن یک پروژه براش تعریف کردن که بخش‌های دیگه کشور بیان اونجا هزینه پیش‌بینی بکنن که 3.6 میلیون نفر مردم اونجا زندگی بکنن، که از رهگذر زندگی مردم در اون منطقه، منی که در تهران، منی که در اصفهان، منی که در شیراز زندگی می‌کنم، امنیت داشته باشن. امروز پروژه انتقال از دریای عمان رو ما نمیتونیم با پروژه‌های دیگه در کشور مقایسه بکنیم. شما نقشه رو ببینید، اگه مردم بنا به فرمایش حضرت آقا تو اون تنگه احد نشینن، مرز ما میشه همون اصفهانی که شما اون فولاد مبارک و خدمت شما شرکت شما اونجا وجود داره یا جاهای دیگه، به راحتی دشمن نفوذ میکنه، هیچ کسی هم جلوش نیست. لذا میخوام بگم این موضوع رو ما با سایر موضوعات مشابه نبینیم. اگر امروز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تو استان سیستان بلوچستان بگم زیر -20 شاید باور نکنید، امروز خیلی از مردم اونجا برای حداقل معیشت خودشون چیه دچار مشکل جدی شدن. امروز بعد 45 سال ما بعد از این شما برید یک پروژه بجز این پیدا بکنید که برای مردم. ولی خب ماشاءالله ما توی استان کرمان بریم، توی خراسان بریم، توی یزد بریم، تو فارس بریم، تو اصفهان بریم، سمنان بریم، مرکزی بریم، چهارمحال بریم، خوزستان بریم، هر جایی بریم، چند تا پروژه از داخل همین منابع مختلفی که در کشور وجود داشت از اون دلارهای 7 تومانی ما برای توسعه اون استان استفاده کردیم. بله 45 سال استفاده کردن. الان میگم بنا به مشکلات ما نداریم. اینکه نداریم دیگه، امروزی که ما میخوایم یه پروژه برای استان سیستان بلوچستان تعریف بکنیم پذیرفته نیست، چون اگه این مردم هم به قول اونجا رو رها بکنن، شما باید اون اصفهان رو رها بکنید.